سلام دوستای عزیز، ما میخوایم در این ویدیو برای شما یاد بدم که چطور یک اکانت جیمیل برای خود بسازیم. برای از این کار روی اپلیکیشن جیمیل کلیک میکنیم، سه خط بالا رو میزنیم، میایم قسمت تنظیمات، از تنظیمات افزون حساب میزنیم، پاسورد گوگل کلیک میکنیم. در اینجا اثر انگشت شما رو میخوایم یا از الگو استفاده میکنیم. شما کمی صبر میکنیم. ایجاد حساب میزنیم، استفاده شخصی من، نام خود وارد میکنیم، مثلا عباس، نام خانوادگی مثلا رحیمی. بعدی خب در اینجا سال تولد خود میزنیم. سال تولد خود باید دقیق بزنین که اگر یک وقتی گذرواژه تان فراموش شد میتونین از این طریق گذرواژه تان را ریکاوری بکنین. من میزنم 2005 ماه فوریه روزی 22. جنسیت هم انتخاب میکنین مذکر، حالا هرچی. بعدی خب در اینجا یک گذرواژه میتین، گذرواژه قوی که با ترکیب از نویسه های عدد، حروف و نماد ایجاد نمایین. یا 233 علامت نمبر ADF یک گذرواژه ماستک. طور گذرواژه باید حداقل 8 نویسه باشه. TFGY گذرواژه ماستک. یک شماره تلفن هم اضافه میکنن، به خاطری که وقتی گذرواژه تون فراموش شوه میتونین از طریق نمبر تلفن تون میتونن گذرواژه تون ریکاوری بکنن. خب دوستا، جیمیل ما ساخته شد. میاییم در اینجا، من موافق هستم. ممکنه کمی طول بکشه. خب دوستا، جیمیل ما ساخته شد. حالا میاییم روی اپلیکیشن جیمیل کلیک میکنیم که ما اکانت ما در اینجا موجود می باشه یا نه. خب ما 2 تا اکانت جور کرده بودم و این هم اکانتی که ما تازه جور کردیم. تشکر. لایک و سابسکرایب از یادتان نره و نظرتان هم برای ما مهم است.